سلام خدمتتان. امید است که جور صحت سلامت باشین. به ادامه درس گذشته ما باز هم میخوایم یکی از مدل ها را کار کنیم. چنانچه میدونین درس گذشته ما اسکچ کردن مدل بو بود. دیگه خدا کنه کوره یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. امروز هم میخوایم یکی از مدل های دیگر را براتون کار کنیم. اینجا ما چند مدل با خود آوردیم و میخوایم در این مدل روی بحث زاویه هم کار کنیم و برای شما ما بگویم که خود زاویه چی را میگن، چون در درس قبلی ما صرف یک اسکیج ساده داشتیم و امروز میخوایم درباره خود زاویه براتون بیشتر بحث کنیم. خب یکی از این مدل ها رو من انتخاب میکنم که زاویه خوبتر معلوم شود. در این مدل زاویه خوبتر معلوم میشه. در درس قبلی گفتیم که ما اندازه عمومی را میگیریم، اندازه اصلی را میگیریم، بعد از اون میریم سر جزئیات و رسم کار میکنیم. اما یک بحث دیگه که مهم است موضوع زاویه است. فرض کنین یک قسم یک مدل ما میفهمیم قسم یک مدل را طراحی کنیم، اما با نمیفهمیم که چگونه رسم کنیم، چون این یک بغل است. همیشه برای ما مدل نمیاد که به این شکل باشه که ما مستقیم تمام اندازه رو بگیریم کار کنیم. بعضی وقتا مدل به این شکل می باشه یا به این شکل می باشه، یعنی یک بغله می باشه. پس کار که ما میکنیم با پیدا کردن زاویه میتونیم به این شکل یک مدل که یک بغله باشه یا گل باشه را هم کار کنیم. خب این را ما اگر رسم کنم شما خوبتر درک میکنیم. ابتدا ما مراحل که در رسمی های قبل اجرا میکردیم انجام میدیم. اندازه عمومی را میگیریم. میفهمید که اندازه عمومی از بالاترین قسمت و پایینترین قسمت گرفته میشه. از این قسمت تا قسمت اندازه میگیریم، یک خطی نشانی میکنیم و یک خط هم در انتها. بعد از اون خطا رو دوباره ترسیم میکنیم. دوباره میم اندازه دو بغل دیگر رو میگیریم از این قسمت تا به قسمت که رسم است تا این قسمت و این رو میاریم بر روی ورق. خطا رو ترسیم میکنیم. میفهمیم به خاطر ما این کار رو میکنیم که بفهمیم که این رسمه در چقدر ساحه ما باید رسم کنیم. یعنی عمق ساحه‌ای که ما مشخص کردیم به این معنی که انمی رسم در عمق ساحه کار میشه و جای بیشتر کار نداره. این حالا وقتی که رسم کردیم میریم اسکیچ میکنیم، یعنی ساحهش مشخص شده. از پایین اگر شروع کنیم این قسمت رو ببینیم، خط ما روش کنیم و یک خط می قسمت داریم. ابتدا از این قسمت تا اینجا اندازه میگیریم که همین پنسلی که با دست داریم اینجا جدا میکنیم تا فهمیده شد. این قسمت به این معنی که این قسمت ما جدا کنیم. بعد از اون پایین جدا میکنیم به این شکل یک نقطه میشه. خب این قسمت رو شما میبینین. این حال ما زاویه رو به دست میاریم. اینجا ببینین اگر این قسمت یک خط بکشیم این خط اینجا رسم کنیم، این چیز نشان میده؟ زاویه رو نشان میده. یعنی که اینمی بوتل عطر به اینمی زاویه کج شده و اینمی خط ما رو کمک میکنه تا بفهمیم که اینمی بوتل عطر به کدام زاویه کج شده با کمک اینمی مثلث. ما براتون دوباره تکرار میکنم. اندازه گرفتیم تا این قسمت، اندازه گرفتیم تا این قسمت، دوباره این نقطه رو به این نقطه وصل کردیم. چی به دست آمد؟ زاویه به دست آمد. خب ادامه میدیم این رسمه. خب یک زاویه دیگه ما این قسمت هم داریم، چون ببینین ما باید بفهمیم که این قسمت هم با کدام زاویه کار کنیم که عین چیزی که هست بیه. یعنی اگر ما این دل خود کار کنیم مثلا شاید یک به این شکل کار شود، به این شکل کار شود، اما ما دقیقش کار داریم، از خاطر باید این زاویه رو پیدا کنیم. قسم کار که بیشتر کردیم از این قسمت تا اینجا اندازه میگیریم. اندازه گرفتگی است دیگه، چون اینجا ما خط کشیده بودیم قبلا. و از این قسمت تا جایی که خود رسم است. چه خوب است که ما این اندازه را تا این قسمت بگیریم که برابر به این قسمت مترادف شود. اگر تا این قسمت اندازه بگیریم نقطه اینجا میمونیم. این حال کار که بیشتر میکنیم. این نقطه رو به این نقطه وصل میکنیم، زاویه دوم ما به دست میاریم به این شکل. دیدین اینی مثلث دوم یعنی زاویه دوم و یک زاویه دیگه ما این قسمت هم داریم. خب اول اینجا را اسکیچ میکنیم، باز میریم سر زاویه سوم. خب این حالا اندازه میگیریم از این قسمت تا این قسمت به شمول این قسمت که گل است. باز ما براتون میگم که قسمت های گل هم از قسم ترسیم کنیم.
نقطه میمانیم به این شکل. و بعد از او البته ما به شمول قسمت گل دیره حساب کردیم. بعد از او پس از این قسمت تا اینجا یک اندازه میگیریم، نقطه میمانیم به اینجا. این وصل میکنیم دوباره به این قسمت به این شکل. و اگر این دیگه دوباره خودش تنظیم شد، اگه ضرورت نیست ما زاویه بگیریم، چون وقتی که به این وصل کنیم خودش شکل بر ما میته و ضرورت نیست که ما زاویه زیر رسم کنیم. خب بحثی که ما پیشتر هم گفتم قسمت های گل ما چقسم پیدا میکنیم. فرض مثال این قسمت ببینید، اینجا ما گل است، اما اینجا ما شما منظم میره دریافت کردیم. این حال ما دوباره اینجا زاویه میگیریم تا این قسمت گل. البته میتونیم ما با دست آزاد هم ترسیم کنیم، اما قانونش همیست که ما زاویه دوباره اندازه بگیریم. اندازه این قسمت میگیریم نقطه، اندازه قسمت میگیریم نقطه، و این نقطه که به این به شکل گل وصل کنیم زاویه گل به ما میده به این شکل. و همچنان یک دانه زاویه گل قسمت داریم. من دیگه یک شبت نمونه اندازه گرفتم، دیگرایش با دست آزاد کار میکنم که زیاد وقتگیر نشه. همچنان یک تا این قسمت داریم که زاویهش فرق میکنه. تا این قسمت یک بار اندازه میگیریم نقطه، و تا این قسمت اندازه نقطه، این رو وصل میکنیم به اینجا. به خاطر اندازه گرفتم که زاویهش بیشتر بود. و همچنان این قسمت و این رو وصل میکنم به این شکل. خب یک مقدار این قسمت هم ما گل داریم، یعنی زاویه راست نیست. بسیار خوب. این حالی میایم سر خود چوکات اصلی پوتلات ترسیم شد، اما بعض از جزئیاتش باقی مانده و یک از جزئیات این قسمت است. خب چنانچه اندازه بگیریم، ببینید خط را قبل اندازه کردیم و وسط از چیز تیر شده. اگر این قسمت اندازه بگیریم به این شکل و از این قسمت تا اینجا اندازه بگیریم یک نقطه، از این قسمت تا اینجا اندازه بگیریم دیگر نقطه. این هم اندازه همین قسمت پایینی ازی میشه، همین قسمت که گل است به این شکل. و این حال دوباره از همین خط وسط بالا را اندازه بگیریم و بیاییم این قسمت تکمیل کنیم. البته در این مرحله ما چند خطا کار میکنیم، باز در مرحله بعدی بس خطا اضافی ما را پاک میکنیم و تنها جایی را که ما باید پرداخت بتیم میمونیم به این شکل. و اینجا ببینید یک برم داره، این قسمت هم اندازه میگیریم به این شکل و این را هم رسم میکنیم به این شکل. خب دیگه چی جزئیات داره این رسم؟ خب این قسمت هاست که بدن میشه توسط پرداز و میریم سر قسمت سرپوشیزی. خب ببینین به عین زاویه بلند رفته و فاصله هم از دو جهت داره. اول همین بلندی از این اندازه میگیریم، میاییم اینجا نقطه میمانیم و از این بغل اندازه میگیریم، یک نقطه این قسمت و یک نقطه این قسمت. دوباره ایرم بلند میبریم، ایرم وصل میکنیم به این شکل. البته اگر خواستین که ازیام که دقیق تر بیه، باز این بغلشو اندازه میگیرین، این بغلشو. من صرف یک جهتشو براتون فعلا اندازه گرفتم. خب باز همه قسمت دیگه داره، این رو باید اندازه بگیریم، این قسمت است. این رو اندازه میگیریم، نقطه میمانیم و این رو رسم میکنیم. خدا کنه بحث زاویه را فهمیده باشین. یک بار شما بحث زاویه را یاد بگیرین، باز بسیار میتونیم ساده کار کنیم به این شکل. ادامه میدیم، این قسمت اندازه میگیریم به این شکل و وصل میکنیم به این شکل. خب به این شکل این قسمت هم شد سرپوش ازی. دیگه میریم یکم دیگه هم خوب است که جزئیات اضافه کنیم. یک قسمت اینجا داریم، این رو براتون میخوایم کار کنم
اینی علقه کی طرف است، این یک نقطه بانم و اندازه زیر از قسمت بگیرم، یکم جزئیاتم در این رسم اضافه شود. خب نقطه‌ای که ماندی ما تعقیب میکنیم به این شکل و اینی خطی که از این وسط گذاشته به این شکل. و در آخر میشه که بعض از خطای اضافی که در این رسم است را پاک کنیم، مثلا اینی خطه به این شکل. خب بسیار خوب. خب دوستان عزیز، در این رسم شما دیدین که ما زاویه را پیدا کردیم. رسم چندین زاویه داشت در چندین قسمتش، اما زاویه های مهم و عمومیش یک دادای قسمت بود که این زاویه میشد، یک دادای قسمت بود که زاویه میشد و یک قسمت بود که زاویه میشد. با پیدا کردن این سه تا ما دانستیم سایر زاویه ها رو پیدا کنیم. یعنی شما در قسمتی که و بعدا در مدل دیگه بیشتر واضح بسازیم، مثلا این مدل شما میبینید این یک رسم است که گل است، مثلا این قسمت است. شاید برای شما این قسمت رسم کردنش مشکل باشه، اما اگه زاویه زیر پیدا کنین براتون ساده میشه. زاویه را چه قسم پیدا میکنین؟ خط به این قسم و خط به این قسم، دو نقطه وصل و دوباره یک خط در وسط. این مثلث که تشکیل میشه چی رو نشان میده؟ زاویه رسم نشان میده. یا مثلا در این قسمت دوباره که دو خط وصل کنیم زاویه زیر نشان میده. خب با کار کردن چندین مدل دیگر من مطمئن هستم شما خوبتری درس درک خواهید کردین و خدا کنه که زاویه رو شناخته باشین و بتونین یک رسم به این شکل اسکیچ کنین. تا درس بعدی را خدا حافظ و نگهدارتان.